الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که امام ابو حنیفه با طهارت خفتن بامداد را 40 سال خوندند. آیا همین درست است؟ البته این چنین سخنها در بین مردم هست که گویا ابو حنیفه رحمه الله 40 سال به نماز خفتن طهارت میکردند و نماز بامداد را همچنین میخواندند. اولا ما باید دانیم که بسیار چیزهای در حق علما و در حق فقها گفته می شود از مریدهای اونها یا که از شاگردهای اونها یا که از کسایی که اونها را دوست می دارند یا که تعصب در حق عادتا متعصب ها همچنین روایت ها را نقل می کنند در حق هر یک عالم و در حق بسیاری از علما همچنین آمده است که مثلا عملهای غیر عادی را ذکر می کنند. اولا. دوما، در حقیقت علما از متقدمین و این چنین صاحبین 4 مذهب ابو حنیفه، امام مالک ابن انس، محمد ابن ادریس شافعی، احمد ابن حنبل، اینا در حقیقت علما بودند، بهترین انسان ها بودند و البته بسیار عبادت ها میکردند. چه که مثلا از امام شافعی روایت است در یک روز قرآن ختم میکردند، در نماز قرآن ختم میکردند. درست است، اما ما با وجود این روایت هایی که بی سند است، سندش معروف نیست، ضعیف است، البته قبول نمی کنیم. چرا که دین ما هر یک روایتی که می شود میگوید که سندش باید صحیح باشد، سندش باید صحیح باشد. پس بارک الله فیکم، این روایتی که است البته روایت ضعیف است. این چنین چیزی نیست، یک گفته مردم است، لیکن اگر کرده باشند هم باکی ندارد. پس بارک الله فیکم، سببش این است که به همین یگان روایت صحیح در همین قصه وجود ندارد. البته بسیار انسان های صالح بودند که این عمل را انجام میدن، لیکن ما باید قدوه امان ابو حنیفه، قدوه ما امام مالک، شافعی، احمد ابن حنبل نیست. ما به واسطه اونها به قدوه خود میرسیم. قدوه ما، نمونه ما که ما باید آموزیم، فهمیم، دانیم، این رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. رسول الله بعد از نماز خفتن خواب میکردند، باز میخستند، طهارت میکردند، نماز تهجد میخوندند، دعا میکردند و پیش از نماز فجر کمی باز غنب میکردند، باز طهارت میگرفتند، نماز فجر میخوندند. پس این افضل است. ما باید به سنت رسول الله رویم، ما باید به سنت رسول الله چنگ بزنیم. کسی نباشد وقتی که مخالف سنت رسول الله برآمد یا که به نظر شما گویا که بهتر کرد یا افضل کرد، این چنین نیست. افضلین، بهترین و از همه کاملترین و خوبترین راه برای من شما این راه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. اجر در همین است، عبادت در همین حالت قبول می شود، اما غیر این حالت کسی چخیلی نکند قبول نیست.